پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به قدر و منزلت زن چنین قید کردند: مادر عزیزترین وجود روی زمین می باشد و زندگی از نفس گرم و دلنواز او آغاز می گردد. زن معنی عمر و بهاری زندگی است، زن لذت و بخت و خماری زندگی است. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگی است. زن معنی عمر و بهاری زندگی است، زن لذت و بخت و خماری زندگی است. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگی است. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. وقتی که ما برآمد پیشوای ملت سخنان پدرانه و خردمندانه آن کس را گوش کردیم، بار دیگر افتخار از زن بودن، مادر بودن، تربیتگر بودن، مربی بودن کردیم. ما وابسته مردها هستیم همچنان که مردها وابسته زنان هستند و در این روز مبارک یکایک شما را با بهار نازنین، با بهار احیاگر، با روز سعید محترم صمیمانه تبریک میگیم. ای خواهران، ای مادرانی مهربان، ای موج دریای نوایی من شما، ای اوج دنیای صدای من شما. شادم من از دیدارتان ای بانوان، ای خواهران، ای مادرانی مهربان. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. مایان را با روز مادر شاد باش می نمایم و خاندان شما همیشه صلح و امانی و دسترخوان پر از ناز و نعمت را آرزومندم. مادر قربان تویم، نیمه جان تویم، مادر جان گرد دامان تویم. مادر برات ببین